برای بدمینتون حرفه‌ای فقط راکت کافی نیست، کفش مناسب هم لازمه. یک کفش بدمینتون باید سبک و سریع باشه تا بدون خستگی در سالن بتونید حرکت بکنید. کفی ضد لغزش داشته باشه تا بتونید در جهت‌های مختلف و حرکت‌های انفجاری رو انجام بدید. محافظت از زانو و مچ رو داشته باشه با توجه به لج و کنارهای قوی که این کفش داره. همچنین تهویه عالی داشته باشه با توجه به پارچه‌هایی که روی کفش طراحی شده که قابل عبور جریان هوا هستش و همچنین دریچه‌ای که زیر کفش طراحی شده این امکان رو میده که هوا جریان داشته باشه و پای شما خنک بمونه و عرق نکنه. پس اگه میخوای حرفه‌ای